20 سال زندگی و تجربه من در استرالیا. امروز 26 اکتبر 2025 دقیقاً 20 سال از آغاز زندگیم در استرالیا می‌گذرد. در 26 اکتبر 2005 سفری طولانی را شروع کردم و زندگیم را از صفر در شهر زیبای پرت آغاز کردم. این 2 دهه پر از چالش‌ها و خاطرات تلخ و شیرین بود. مسیری پرپیچ‌وخم که با تلاش و پشتکار موفقیت‌ها و درس‌های بزرگی به من آموخت. در اولین سالهای حضورم سخت‌ترین چالش برایم یادگیری زبان انگلیسی و کنار آمدن با فرهنگ جدید و متفاوت استرالیا بود. از زندگی در وطن تا ورود به کشوری کاملاً متفاوت خود راهی بود ناهموار. بسیاری از روزها به سختی توانستم زنده بمانم. روزهایی که تنها $10 در جیب داشتم و با آن روزگار می‌گذراندم. مشکلات پیدا کردن کار، دریافت گواهینامه رانندگی، خرید خودرو و حتی پیدا کردن مکانی برای زندگی تنها بخشی از سده‌هایی بودند که باید از آن عبور می‌کردم. یکی از سخت‌ترین تجربه‌های من زمانی بود که تنها $2.50 در جیب داشتم. از ناچاری و برای یافتن کار به منطقه دورافتاده‌ای به نام کتانیک سفر کردم. منطقه‌ای که شنیده بودم برخی از هموطنانم در آنجا زندگی می‌کنند و شاید بتوانم شغلی برای خود پیدا کنم. تنها چیزی که داشتم یک بلیت اتوبوس رفت و برگشت بود و یک شماره تلفن از یک آشنا. سفرم در شب بود و وقتی نیمه شب به مقصد رسیدم به تنهایی در ایستگاه اتوبوس پیاده شدم. با 4 طرف خیابانی که حتی یک روح هم در آن دیده نمیشد، حیران و درمانده مانده بودم. جایی را بلد نبودم و با خودم فکر می کردم که اصلاً چه کاری باید انجام دهم. آن لحظه ها تنها امیدم به خدا بود. با دلی شکسته دعا کردم و از خدا کمک خواستم. چشمم به یک تلفن عمومی در گوشه ای از خیابان افتاد و تصمیم گرفتم با تنها یک سکه $2 که داشتم به مادرم در افغانستان زنگ بزنم. تماس گرفتم و چند کلمه با مادرم صحبت کردم. اما در میان صحبت ما ارتباط قطع شد، چون دیگر پولی برای پرداخت هزینه تماس نداشتم. لحظه ای سنگین و تاثیرگذاری بود که هیچگاه فراموش نمی کنم. تنها روی زمین نشسته بودم که ناگهان یک ماشین پلیس ظاهر شد. افسر پلیس چند بار از کنار من رد شد. هر بار نگاهی به من می کرد و دوباره می رفت. حس کردم کنجکاوی او درباره من بی پایان است. با خودم گفتم شاید باید راهی پیدا کنم تا از پلیس کمک بگیرم. زمانی که دوباره نزدیک شد به سمت ماشین پلیس رفتم و با اشاره و نشان دادن آدرسی که داشتم از او کمک خواستم. نمی توانستم زبان انگلیسی صحبت کنم، اما با پاسپورتم و اشاره‌های خود تلاش کردم وضعیت خود را توضیح دهم. خوشبختانه پلیس مهربانی بود و بعد از اینکه فهمید من تازه به استرالیا آمدم و هیچ کمکی ندارم، مرا به آدرس مورد نظر برد. وقتی رسیدیم، در خانه ای را زد که دوستان هموطنم زندگی می کردند. یکی از دوستان به نام رضا در را باز کرد و وقتی پلیس از او پرسید که آیا مرا می شناسد یا نه، حیران و نگران شده بود. لحظه ای بهت زده ماند و شاید خیال کرد که من مشکلی ایجاد کردم. با اشاره‌ای به رضا فهماندم که باید صحبت کند و بگوید مرا میشناسد. بالاخره وضعیت مشخص شد. پلیس مرا به او سپرد و رفت. به داخل خانه رفتم و قبل از اینکه از رضا توضیحی بخواهم، با قلبی شکسته به او عذرخواهی کردم که شب هنگام باعث ناراحتی و اضطرابش شدم. اما رضا با مهربانی به من گفت که مشکلی نیست و من می توانم شب را با خیال راحت در خانه او بخوابم. روز بعد از دوستانم آدرس محلهایی را گرفتم که امکان درخواست کار در قصابی وجود داشت. اما آن آدرس‌ها چندان واضح نبودند. بنابراین مجبور بودم تمام روز در خیابانها به دنبال محل کار بگردم. با تلاش زیاد و گفتگوهای سخت با دیگران هر لحظه نزدیکتر شدم. در یکی از آن روزها هنگام سوال کردن از یک نفر با فردی مواجه شدم که قیافه‌اش برایم آشنا اما متفاوت بود. وقتی به انگلیسی با او صحبت کردم تا مشکلاتم را بیان کنم،
متوجه شدم او نیز مرا به خوبی نمی‌فهمد. ناگهان مرا نگاه کرد و از من پرسید: شما هزاره هستید؟ در همان لحظه حس کردم دیگر تنها نیستم و بغض گلوی مرا گرفت. این تنها یک بخش کوچک از مسیر طولانی و سختی‌هایی است که در استرالیا تجربه کردم. امروز بعد از 20 سال تلاش، زحماتم مرا به جایی رسانده که نه تنها مستقل زندگی می‌کنم، بلکه به دیگران نیز کمک می‌کنم و به گذشته خود افتخار می‌کنم. سختی‌ها آغازگر فصل تازه‌ای بودند. درس‌هایی که هویت، قدرت و استحکام مرا به عنوان یک انسان ساختند. اگرچه این مسیر آسان نبود، اما هر لحظه با تمام قلبم از زندگیم در این سرزمین سپاسگزارم و امیدوارم تجربه‌هایم الهام بخش بسیاری باشد که در مسیر مهاجرت و زندگی تازه قرار دارند. امروز من به این 20 سال با افتخار نگاه می‌کنم و از خداوند بزرگ برای همه نعمت‌ها و درس‌هایش سپاسگزارم. آینده همچنان روشن است و من همچنان مشتاقانه به سوی فردا گام برمی‌دارم. وقتی استاد ناصر از من پرسید که آیا هزاره هستم یا نه، به صدایش لرزشی خاص حس کردم و همین سؤال ساده بود که بغض به گلویم انداخت و اشک در چشمانم جمع شد. تمام خاطرات سختی‌ها، دوری از وطن و غربت یکباره به ذهنم هجوم آوردند. ولی تلاش کردم خودم را کنترل کنم. با صدایی لرزان گفتم: خدا تو را خیر بید. مرا شناخته بودی، چی را زودتر نگفتی؟ لبخند مهربانی بر لبهایش نشست. گفت: تازه آمدی؟ گفتم: بلی، تازه آمدم و سرگردان دنبال کار می‌گردم. لبخندش پهن‌تر شده بود و با صدایی آرام و مطمئن گفت: قبل از اینکه برویم دفتر برای درخواست کار، می‌دانم که اول نیاز به یک غذای خوب داری. بیا خانه ما، اول غذا بخوریم و بعد من تو را میبرم دفتر استخدام برای کار. باورم نمیشد. انگار خدا صدای دلم را شنیده بود. چشمانم پر از اشک شکرگزاری شد. بین این همه ناآشنا کسی پیدا شده بود که دستم را بگیرد. بدون فکر و تردید قبول کردم. با دل خوش و امید تازه سوار موتر ایشان شدم و راهی خانه‌شان شدیم. در خانه استاد ناصر بوی غذاهای مخصوص هزاره ها پیچیده بود. قرمه و پلو با عطر و طعمی که گویی تمام دلتنگی هایم را دور می کند توسط خانواده‌اش روی میز گذاشته شدند. در دل احساس امنیت و آرامش می کردم. انگار بعد مدتها یک شب آرام به خانه برگشتم. بعد از غذا مشکلاتم را بدون هیچ پنهانکاری با او در میان گذاشتم. سرش را به نشانه تأثر تکان داد و گفت: جای شما در این قصابی نیست، اما حالا که اینجا آمدی نگرانت نباش، می رویم و کار پیدا می کنیم. من کسی را می شناسم، یک باغ در فرانکلند هست که شاید بتوانی آنجا کار پیدا کنی. البته تا حالا فقط یک بار آنجا رفتم. راه طولانی بود. برای رسیدن به فرانکلند باید مسافت 140 کیلومتری را طی می کردیم. بعد از کمک استاد ناصر، فرم درخواست کار را پر کردیم. او مثل کوه پشت من ایستاده بود و از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. وقتی وارد باغ انگور شدیم که به گریت سوترن وینیارد معروف بود، با دیدن این باغ بزرگ و نهالهای تازه کاشته شده، توصیف عجیبی در ذهنم داشت. درست مانند قصه هایی که از سرزمین های پربرکت شنیده بودم، اما این بار واقعی بود. باغ نیاز زیادی به کارگر داشت. این را از محیط باغ، سالن‌های بزرگ و تعداد بسیار زیاد کابین‌های کوچکی که اطراف سالن‌ها ساخته شده بودند میشد فهمید. همراه استاد ناصر به دنبال کسی رفتیم که کار ما را راه بیاندازد. کمی جلوتر منیجر باغ اسکات از راه رسید. انگلیسی ضعیف من کافی نبود تا حرفم را به او بفهمانم. به هر زبانی تلاش کردم، اما او متوجه نمیشد. با لبخندی که نشان میداد میخواهد کمک کند، رو به من کرد و گفت: همراه من بیا. من و استاد ناصر به دنبالش راه افتادیم. اسکات ما را به قسمت اصلی باغ برد
جایی که روی یک تپه کوچک قرار داشت. هنگام رسیدن به گروهی از کارگرها برخوردیم که وقت نهارشان بود. با دیدن کارگرهای باغ دیگر ناراحتی و نگرانی در وجودم نماند. چهره‌های آشنا، آن هم 27 نفر از همقوم‌های خودم به همراه تعدادی چینی و اروپایی به من گفت که اینجا میتواند جایی باشد که من کار پیدا کنم و زندگیم در استرالیا شروع شود. یکی از کارگرها که خوب انگلیسی بلد بود به کمک اسکات آمد و به عنوان مترجم شروع به صحبت کرد. اسکات از من پرسید دنبال چه چیزی هستم. وقتی گفتم دنبال کار هستم، گفت که به کارگر نیاز دارند، اما تمام کابین‌ها پر هستند و جای ماندن ندارند. مشکلی که برای من یک تازه وارد بدون موتر و گواهینامه رانندگی خیلی بزرگ به نظر می رسید. اسکات برای حل مشکل گفت که یک محل اقامت به فاصله 45 کیلومتری از باغ وجود دارد. اگر برای یک هفته به آنجا بروم، پس از رفتن یکی از کارگران اروپایی، کابین خالی می شود و می توانم آنجا مستقر شوم. قبول کردم، ولی نمی توانستم باور کنم که این مسیر طولانی را بدون وسیله نقلیه باید طی کنم. با خودم فکر کردم که اگر ماشین نداشته باشم، باید هر روز این 45 کیلومتر را پیاده بروم و برگشت بروم. همین موضوع باعث شد که مترجم قومایی از من بپرسد: تو موتر داری؟ گفتم: نه به خدا، هیچی ندارم. با تعجب گفت: میدانی که 45 کیلومتر چقدر دور است؟ گفتم: آری، خیلی دور است، میدانم، اما لطف کنید کار را درست کنید. حتی گفتم که اگر لازم باشد در همان سالن بزرگ میمانم یا حتی در بیابان چادر میزنم، چون فقط یک زندگی بهتر میخواهم و این راهی است که از روی ناچاری انتخاب کردم. مترجم قوما که دلش به حال من سوخت گفت: اشکالی ندارد، من یک کاری میکنم. چند شب را یک جایی برایت فراهم میکنیم تا کابین خالی شود. این حرفش مثل یک معجزه بود و دوباره خدا را در ذهنم شکر کردم که باز هم امید در دلم زنده شد. پس از تلاش‌های فراوان بالاخره موفق شدم کار را به دست آورم و به این سالن‌های بزرگ بازگردم. استاد ناصر عزیز که در طول این مدت واقعاً برایم مثل یک برادر رفتار کرده بود، مرا به آنجا آورد. در مدتی که با ایشان بودم، احساس عجیبی از نزدیکی و صمیمیت داشتم. انگار سالهاست که همدیگر را میشناسیم. صحبت‌هایمان شیرین و آرامبخش بود. وقتی به محل کارگران باغ رسیدیم، استاد ناصر گفت: خب، حالا مطمئن هستی که همینجا میمانی و کار میکنی؟ با اطمینان گفتم: آری. لحظه خداحافظی فرا رسید. استاد ناصر راهی خانه خود شد و من همانجا ماندم. نمی توانستم خوشحالی خود را پنهان کنم. خدا را شکر می کردم که بالاخره کار پیدا کردم. آن روز را در خاطراتم به عنوان روز پیروزی ثبت کردم. روزی که تصمیم گرفتم هرگز لطف و کمک استاد ناصر را فراموش نکرده و همان کار را برای هر کسی که نیاز داشته باشد با دل و جان انجام دهم، به ویژه برای قوم هزاره خود. با خودم فکر می کردم که چقدر این روز برایم مهم بود، اما هنوز مشکلات زیادی در پیش داشتم. هیچ پولی نداشتم که غذا تهیه کنم، پتویی برای خواب نداشتم و حتی لباس مناسبی برای کار فردا نبود. فقط 2 دست لباس که از خانه آورده بودم و یک جفت بود که به پا داشتم در اختیارم بود. از چیزهایی که برای کار در فردا باید آماده باشد، هیچ چیزی نمی‌دانستم. شب به عنوان مهمان همراه 27 نفر از کارگرانی که بیشترشان هم قوم خودم بودند شب را گذراندم. وقتی مشکلاتم را با آنها در میان گذاشتم و گفتم که حتی $1 هم ندارم، یکی از آنها با خوبی و محبت کمی پول به من قرض داد تا بتوانم روزهای اول کارم را سپری کنم. روز بعد با یکی از همان دوستان همراه شدم و با ماشینش به محل کار رفتم. مشغول کار در باغ وسیع انگور بودیم که ناگهان بارانی شدید شروع شد.
بارانی که اصلاً باورم نمیشد تا این حد شدید باشد. من هیچ آمادگی برای چنین هوایی نداشتم. نه چکمه‌ای به پا داشتم، نه لباس ضد باران و نه کلاه. حتی با قوانین کار آشنا نبودم. نمیدانستم وقتی باران شروع می شود باید کار را متوقف کنیم. در زیر باران همچنان مشغول کار بودم چون واقعا نیاز داشتم و شکمم گرسنه بود. به آسمان و باران شدید چشم دوخته بودم و با خود گفتم خدایا واقعا دل مهربانی نداری. به حال من نگاه کن. این باران جلوی کارم را گرفته و راه نجاتی ندارم. دلم شکسته بود اما به کار ادامه می دادم. در همین میان یکی از کارگران صدایم زد و گفت بیرون بیا چون خطرناک است. من تازه فهمیدم که او سرکارگر ماست. خانمی مهربان که بقیه کارگران هزاره او را آبی یعنی مادر خطاب می کردند. خانم مهربان جلو آمد و گفت چرا با این وضعیت به کار آمدی؟ من با صداقتی که ناشی از حالت سخت زندگیم بود گفتم هیچی ندارم، حتی $1 هم ندارم و امروز روز اول کارم است. وقتی این حرف را شنید خیلی ناراحت شد. درد دلهایم را گوش داد و گفت من یک سری وسایل خودم دارم که اصلاً استفاده نشده است. برایت می آورم و پولش را وقتی حقوق گرفتی به صورت قسطی پرداخت کن. نمی توانستم باور کنم که چنین محبت بزرگی از او می بینم. با خوشحالی تشکر کردم و گفتم که این لطف او را هیچ وقت فراموش نمی کنم. خانم هونا که معروف به آبی بود، وسایل مورد نیاز برای کار از جمله کفش و لباس کار را برایم آورد. با دیدن این رفتار من بیش از پیش به قدرت مهربانی و کمک به دیگران ایمان پیدا کردم. این کار او یک درس بزرگ برای من شد. اینکه هر وقت بتوانم و هر جا که لازم باشد باید به دیگران کمک کنم و دستگیرشان باشم. مخصوصاً به همقومانی که مثل من نیازمند یاری‌اند. از همان روز تصمیم گرفتم که با تمام توان سخت کار کنم. شرایط کاری من آسان نبود. زیر آفتاب سوزان، در باد، باران و سرمای شدید هر روز مشغول کار بودم و هیچ وقت دست از تلاش بر نداشتم. پس از 1 ماه کار با نخستین حقوقم 1 موته به مبلغ $750 خریدم. هیچ کسی نبود که به من رانندگی یاد بدهد. اما با اراده و تلاش خودم توانستم لایسنس بگیرم و هر روز مقاومتر و بهتر شوم. با وجود همه این پیشرفت‌ها یک مشکل بزرگ داشتم. زبان انگلیسی را بلد نبودم و همیشه این ناتوانی را حس می کردم. کمی اوضاع بهتر شد، اما می دانستم تا زبان یاد نگیرم نمی توانم به رشد خود ادامه دهم. دنبال کاری بودم که مجبور باشم فقط به زبان انگلیسی صحبت کنم، چون اطرافم بیشتر از قوم خودمان بودند و انگلیسی صحبت نمی شد. در نهایت در منطقه جینجین پرت کار قصابی پیدا کردم و داخل یخچال کار می کردم. تصمیم گرفتم همیشه انگلیسی صحبت کنم تا زبانم تقویت شود، اما به دلیل خجالتی بودن نمی توانستم به خوبی حرف بزنم. تا اینکه یک روز سرکارگرم دنبال من آمد و گفت خیلی خجالتی هستی. اگر اینطور ادامه بدهی هیچ وقت چیزی یاد نمیگیری. او یک مثال جالب برایم آورد. If you try, you will fly. But if you shy, you will die. این جمله مرا خیلی تحت تاثیر قرار داد و از آن به بعد تصمیم گرفتم دیگر خجالت را کنار بگذارم. حتی اگر اشتباه کنم، باید حرف بزنم و یاد بگیرم. بعد از 6 ماه کار، زبانم به جایی رسید که دیگر خودم می توانستم مشکلاتم را حل کنم و دیگر نیازی به مترجم نداشتم. مجدد به کار خودم در باغ برگشتم و هر وقت کسی نیاز به کمک داشت، با تمام وجود به او کمک می کردم. چون قسم خورده بودم زحمات استاد ناصر را بی نتیجه نگذارم. بارها از کار خود مرخصی می گرفتم و راه دور را طی می کردم تا به هموطنانم یاری برسانم. در شهر پرت بین قماش خودمان به نام بهرامی بشردوست شناخته شدم.
این لقبی بود که از شدت کمک به دیگران به من داده بودند و واقعاً به آن افتخار می کردم. سالها گذشت. روزها در باغ مشغول کار بودم و شبها در یک دکان پیتزا کار می کردم و اکثر شبها فقط 3 ساعت می خوابیدم. واقعاً روزهای سختی گذشت. زندگی در استرالیا شاید امن باشد و کار باشد، اما پیدا کردن کار واقعاً دشوار است. روزهایی بود که حتی $10 هم پول نداشتم و شبها با غم می خوابیدم. اما باز هم خدا را شکر که همه سختی ها گذشت. کم کم راه ورود به ساختمانسازی را پیدا کردم و پس از شروع کار کاشیکاری به سطح استادکار رسیدم. اکنون 14 سال است که صاحب کار خودم هستم و چند نفر را سرپرستی می کنم. این خلاصه واقعی 20 سال زندگی من بود که خواستم آن را با شما شریک کنم. امیدوارم که از درس‌ها و خوبی‌های این تجربه بهره مند شوید و هرگز امید خود را از دست ندهید.